سوالی که برادران دادن این است که مسئله نوشیدن کواس در روسیه، آیا نوشیدن کواس هایی که در روسیه انتاج می شود جایز است یا نیست؟ اون کواس هایی که در روسیه پیدا می کنند، می سازند، انتاج می کنند، نوشیدنش حرام است اگر از زیر دست کافرها برآمده باشد. چرا که کافرها کواس را در همون جای می سازند که در اونجا عرق یا که پیوه یا که وینو ساخته بودند. ما همه میدونیم که پیوه، وینو، عرق حرام است، 100% حرام است، هیچ کس شک نمی کند. پس همون جاگه حرام، در جاگه حرامی که عرق ساخته بود، سپیرت ساخته بود، پیوه یا که وینو ساخته بود، در همون جاگه کواس را سازد، کواس همون کواس حرام می شود. برادر سوال کردن که کواس هایی که در روسیه هست نوشته شده است که 1% سپیرت دارد. 0.5% سپیرت داشته باشد هم حرام است، برای اینکه ما کان کثیره حرام فقلیله حرام. هر چیزی که بسیاریش حرام باشد کمیش هم حرام است. عموما کواس هایی که کافر پیدا کرده است به دو سبب حرام است. سبب اول اینکه وی رو کافر ساخته است در همون جاگه‌ای که در همون عرق میساد یا در وی چیز دیگر. دوم حرامش این است که پرسنت بوده وی در پرسنتش عرق یا که سپیرت دارد 1% 2%. سوم با اهل کفر باوری نداریم پاکیزگی یا که برای پاک بودنش. اما برادرای مسلمان یا که یک جمعیت مسلمان همین کواس را انتاج کند و 100% به شما وعده دهد که این کواس حالت سپیرتی ندارد، این چیز نوشیدنش جایز است.